ورود 10 فروند G10 از پاکستان به ایران. آماده باش طالبان برای حمله قریب الوقوع آمریکا و مذاکره حماس، آمریکا، اسرائیل در قاهره. منابع خبری شامگاه گذشته از تحرکات گسترده در آسمان منطقه خبر دادند. به گزارش منابع هوانوردی چندین پرواز باری نظامی از مسیرهای مختلف از جمله ترکمنستان، دریای مازندران و ارمنستان وارد ایران شدند. کارشناسان این تحرکات را مرتبط با انتقال تجهیزات پیشرفته در حوزه پدافند هوایی و جنگ افزارهای هوایی ارزیابی می‌کنند. گامی که می‌تواند نقایص موجود در سامانه‌های دفاعی کشور را به طور چشمگیری برطرف سازد. در همین ارتباط خبرگزاری شینهوا چین گزارش داد که پکن در حال انتقال 10 فروند جنگنده G10 به ایران است. این جنگنده ها که به واسطه همکاری نظامی نزدیک چین و پاکستان در اختیار قرار گرفتند، قرار است به زودی در پایگاه‌های هوایی ایران مستقر شوند. انتقال این جنگنده ها بنا به گفته تحلیلگران نظامی میتواند موازنه هوایی منطقه را تغییر دهد و توان بازدارندگی ایران را در برابر تهدیدات احتمالی افزایش دهد. همچنین ساعتی پیش یک فروند هواپیمای باری ارتش پاکستان در فرودگاه شیراز به زمین نشست. منابع غیر رسمی میگویند این هواپیما حامل تجهیزات نظامی و قطعات مرتبط با جنگنده‌های J10 بوده است. این اقدام در چارچوب همکاری نظامی سه‌جانبه ایران، چین و پاکستان تفسیر می شود که نشانه‌ای از همگرایی استراتژیک جدید در منطقه محسوب می گردد. افزایش ورود تجهیزات هوایی و پدافندی به ایران در شرایط حساس کنونی پیامی آشکار به دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. پیامی مبنی بر اینکه ایران نه تنها برای دفاع از خود آماده است، بلکه با تکیه بر شرکای بین‌المللی در مسیر ارتقای توان دفاعی و هوایی گام‌های جدی برمی‌دارد. از سوی دیگر منابع محلی در افغانستان گزارش داده‌اند که طالبان دستور تخلیه مناطق اطراف بزرگترین پایگاه هوایی افغانستان یعنی بگرام را صادر کرده است. این دستور ناگهانی باعث گمانه‌زنی‌های فراوانی در مورد اهداف پشت پرده این اقدام شده است. بگرام که در طول 2 دهه گذشته به عنوان مهمترین پایگاه نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان شناخته می‌شد، اکنون دوباره به صدر اخبار بازگشته است. برخی تحلیلگران این تحرک را نشانه‌ای از احتمال بازگشت نیروهای آمریکایی یا دست کم ایجاد زمینه برای استفاده دوباره واشنگتن از این پایگاه می‌دانند. کارشناسان منطقه‌ای معتقدند اگر ایالات متحده موفق شود حضور خود در بگرام را احیا کند، عملاً یک مثلث نظامی علیه ایران شکل خواهد گرفت. مثلثی متکی بر پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس، اسرائیل در غرب و افغانستان در شرق. چون این آرایشی میتواند حلقه فشار بر تهران را تنگ تر کرده و به عنوان بخشی از سناریوی مهار ایران تلقی شود. در این حال منابع غیر رسمی در کابل از خبرهای ضد و نقیض درباره ماهیت دقیق تحرکات اخیر خبر میدهند. برخی میگویند تخلیه مناطق اطراف بگرام اقدامی امنیتی و پیشگیرانه از سوی طالبان است تا مانع نفوذ گروه‌های تروریستی شود، اما برخی دیگر آن را نشانه هماهنگی‌های پشت پرده میان طالبان و قدرت‌های خارجی می‌دانند. با توجه به تحولات پرشتاب منطقه و تنش‌های فزاینده میان ایران و آمریکا، بازگشت نام بگرام به معادلات نظامی می‌تواند پیامدهای عمیقی برای آینده ژئوپلیتیک خاورمیانه داشته باشد. اکنون همه نگاه‌ها به کابل دوخته شده تا مشخص شود آیا بگرام بار دیگر به کانون فشار جهانی علیه ایران بدل خواهد شد یا خیر. همزمان با این تحولات منابع خبری از آغاز دور تازه و نهایی مذاکرات درباره جنگ غزه خبر می‌دهند. به نوشته روزنامه عبری زبان معاریف این گفتگوها از فردا در مصر و به احتمال زیاد در شهر العریش برگزار خواهد شد. موضوع اصلی مذاکرات توافق بر سر آتشبس و مبادله اسرا است.
مسئله‌ای که طی ماه‌های گذشته بارها در دستور کار قرار گرفته، اما هر بار به دلیل اختلافات طرف‌ها به نتیجه نرسیده است. بر اساس گزارش‌ها دیوید ویتکاف از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی امروز عازم مصر شده تا در این نشست‌ها حضور داشته باشد. از سوی دیگر یک هیئت بلندپایه از جنبش حماس نیز امشب وارد قاهره خواهد شد. حضور نمایندگان آمریکا در کنار هیئت‌های صهیونیستی و حماس نشان می‌دهد که این دور از مذاکرات در سطحی بسیار بالاتر از دفعات گذشته دنبال خواهد شد. تمرکز اصلی گفتگوها بر 3 محور کلیدی است. 1. دستیابی به یک آتشبس پایدار و بلند مدت در غزه. 2. مبادله اسرا و زندانیان میان اسرائیل و حماس. و 3. بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و ارسال کمک‌های انسانی به مردم محاصره شده غزه. تحلیلگران معتقدند حضور همزمان آمریکا، اسرائیل و حماس در قاهره این دور از مذاکرات را به جدی‌ترین و سرنوشت سازترین نشست‌ها از زمان آغاز جنگ تبدیل کرده است. در عین حال برخی منابع هشدار دادند که اختلافات عمیق بر سر جزئیات همچنان می‌تواند مانع دستیابی به توافق شود. به ویژه مسئله تعداد و نوع زندانیانی که قرار است آزاد شوند، یکی از مهمترین چالش‌ها در مسیر توافق خواهد بود. با این حال فشارهای بین‌المللی و شرایط انسانی بحرانی در غزه طرفها را بیش از هر زمان دیگر وادار کرده که به سمت راه حل سیاسی و توقف جنگ حرکت کنند. نتیجه این مذاکرات می‌تواند مسیر تحولات منطقه را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. سپاس که تا پایان همراه و شنونده ما بودید.